سلیمان. ببین اسلم، ما دیگه نمیخوایم اینا را بشنوم. از او خاطر هرچی که میگی زود شو بگو و بعدن از اینجا برو. نه، رفتن دیگه قدر آسان نیست. اگه آسان می بود بیازو نمی آمدم. اما ما فکر نمی کنم که قسم باشه. با تو کاملا آسان است. بعد از سلیمان حتی بدونی که پشت از سیل کنی خیستی رفتی و حالی هم از اینجا رنگت گم کن. دیگه هیچ وقت در مقابلم نبی. رفتن نمیتونم. تقدیر برم اجازه نمیده که برم. چندین سال چیزی را که ازت پاد کردم او مرا مجبور کرد که دوباره پیشت بیایم. تو میخوایی که چی بگویی؟ علی، از تو سفتا بیا. کاری که دارم میتونیم با پلیس زنگ بزنیم. سفتا صبر کن. برات میگم صبر کن. برو. حالا حرکات کو. حالا رفتن. تو خوب هستی عزلم؟ ایلایم کو علی. دور باش. دور باش. چندین سال پیش وقت تو را ایلا کدم دلیلش همی بود. حالا فکر کردم که شاید همه چیز تغییر کرده باشه، اما نه. عین چیز است. همه چیز همون قسم است. خدا جزای تبته. علی! سفتا! در داخل هر روز من میمورم. از این بعد در بیرون هر روز تو خود مردی علی. علی! خدا را شکر. خدا را شکر که زنده هستی. تو در اینجا چی میکنی سفدا؟ علی سر خانه حمله کرده بودن. از اینکه تو را چیز نشه ترسیده بودم. بعد از این میتونی به خاطر ما به تشویش نشی. تو به تشویش کسایی شو که دوستشان داری، درست است؟ نکو. بلی از خدا نکو. گفتی نکنم؟ من هر قدرم که کوشش کنم نمیتونم کارایی را که تو در حق ما کردی نیمشان در حقت کنم. علی سر خانیت فایل کردن. تو را میخواستن بکشن نه؟ در بیرون خب فقط یک سر و صدای عادی بود سفدا. ما بیازو پیش از آمدن اونا مرده بودم. سیس فقط اونا کی هستن؟ اونا کی هستن؟ از تو چی میخواین؟ کسایی که میگفتن مرا دوست دارن، قصد جانم کردن. ما از دشمنایم، چی گله داشته باشم؟ علی
علی نه مادر، گفتن نتانستم چون که سر خانه علی عمله شد. ما قسم یک گپ مهمه دایت یک حالت چه قسم میگفتم. آی مادر، ای میخواست به علی چی بگویه؟ لعنتی. حداقل یک روز خوب بدون سلا تیر شوه. از دست تو ودت یک سلا اضافی خو اینجا میماندی. بچه ما ای کارا رو اعلا کردیم، فهمیدی؟ خوب از بچم، به او دنیا پاک و بیگناه میری. سعیس آرام باش. اگه میخوایی که به آرامی بمری پس آرام باش. گفتن نتانستم. باید میگفتی، اما چیزا باید توضیح میدادی دخترم. مادر، در زندگی علی هیچ چیز تغییر نکده، هیچ چیزه. بازم در یک لحظه در خانهش حمله شد. ما حالا در این وضعیت به او آدم چه قسم درباره بچهش میگفتم؟ چی؟ وضعیت بچهش خو میفهمی. هرچی که میشه و هر کسی که باشه، علی پدر از او از دخترم. صحیح است که در قدر سالا ازش پد کده بودیم، کار خوبی کردیم. اما حال وضعیت فرق میکنه دخترم. ما مجبور هستیم. ایره درک میکنی؟ مجبور هستیم. باید هرچی زودتر به علی درباره بچهش بگوییم. بله سعیس، حالا دیگه موتر آمده، بریم دخترم، بریم. زنده است. سلیمان زنده است. علی
سفدا حال تو کجاستی؟ دیگه از تو نجات پیدا میکنم اویگار. به خاطر تهدید کردنم دیگه هیچ چیز برات نمونده. میفهمی به خاطر چی؟ به خاطر که بچه علی زنده است. بچه وقتی که می آمدم خوش بود. مجبور هستیم که بگوییم. هر روزی که مگذره علی بلای ما میشه. سعیس مادر، شام رفت برش میگم. علی جانم امرای خود ببرم. تو چیزام امکان داره دخترم؟ او آدم خبر نداره که یک بچه دگام داره. از آمالگی هم خبر نداشت دخترم. تو باید ای گپه برش آستاستا بگویی جانم. دو گوشه برو احمق. نمیخوایم به بردن جسد دیگه وقت خدا ضایع کنم. ای دنیای بی‌وفایی که همیشه آزار ما دادی. یک روزم نمانده که به راحتی زندگی کنیم. پیش از اینکه تشکیل خانواده بتیم از این دنیا باید کوچ کده برم. حداقل دوی گم را فراموش نکنم. خیر ببینی ودت، کاملا سر وقت رسیدی. شنیدم که یادم احمق در پشت تفسیده. تعقیب کده آمدم، اما امکان داره که همیشه رسیده نتونم. خودت میبینی برای که میریم و ممو طرف میم بیادر. ای که امروز نموردی سبا میموری بیادر. بیازی دل دادن و دل باختن. منصرف شو آدم های مسلم ها بدون هوا زندگی میکنن، بدون سلا زندگی نمیشه. خداوند بزرگ است ودت. امروز تو را به کمکم روان کرد، سبا یک نفر دیگر روان میکنه. من باید پیش دویگو برم. باید او را ببینم. نه یعنی یادم چرا مرا نمیخواه؟ با ما واضح بگو جانم، چرا یادم بازدم است؟ مشکل خودتون نیست؟ پس چی است دیگه؟ چرا جزانم میتام دیگه را ببینیم؟ سینان بیبی. زینب، پدرت آمد دخترم. بچیم، حالا زود کده از اینجا برو، بخیر بری. چی؟ پدرم آمد. سینان حالا از اینجا برو. نه زینب، هیچ جای نمیرم، باید امرای پدرت گپ بزنم. فکر کنم که دیوانه شدی، گفتم برو. میایه من چی کنم خدایا؟ شما پاد شوین، من او را مصروف میسازم. آقا کرد، خوش آمدین. سلام مریم، زینب کجاست؟ در اتاقش نبود. نمیفهمم، من میره خواستو پرسان میکنم. من آخرین بار در اتاقش دیدمش. خوب است، در صورت من یک بار میبینم. تو کاملا مثل بیادرت هستی زینب. فکر کنم که رفت. سینان حالا تو برو دیگه. نه زینبم، ما که پدرت باید گپ ده. سینان بیبی برای چی میگم؟ پیش از اینکه گیر بیایی از اینجا برو. دیگه زیاد نوقت شده. یعنی چی؟ ما تو را زیاد دوست دارم زینبم.
شدیم زینب جان. سینان زینب نان اینجا زیاد مزه داره، سمتون نیست پدر؟ یگان وقت باز اینجا بیاییم. میاییم البته. چرا نیاییم جانم؟ آقا پیلوت به شما واقعا آفرین. قزود یک کار نو پیدا کردین. تبریک باشه. زنده باشین. علی هان جان، ببین میگفتی نمیشه، وقت بخوایی چطور نمیشه؟ باز خواد دیدیم. تو ده اینجا چی میکنی پیلوت؟ نه که ما در جای اشتباه آمدیم بچه. جای درست است بیادر. در اینجا باعث مدیر به کار شروع کرده. مدیر گفتی؟ مدیر چی؟ یه چی میگه پیلوت؟ پیش از که تو صلاحیت پاک نکنی کار کردن نمیتونی پیلوت. این مدیر چی است؟ تو راست میگی. من این کارا رو اعلا کردم، حتی سلارم. کسی که امروز سلا را اعلا کنه سبا چادر در سر میکنه بچه. خدا داد تو علی را دیدی چطور؟ چی؟ ما به خاطر فرمت کردن کامپیوتری جا آمده بودم. دیگه ای که ازگی مرا دوست داره از این خاطر نخواسته که از اینجا بره. خدا داد. به هر صورت ما باید به علی یک گپ مهمه بگویم. او حال کجاست؟ بخشش باشه سیفدا خواهر. از ملا صاحب چی میخوایی؟ انسان از پشت کسی که دوستش داره خون نمیره نه؟ کسی را که دوست داره او را ترک نمیکنه. بیبی ازگی مرا ترک نکرد، بازم از پشت ما آمد. فکر کنم که تو عقلت از دست دادی. سعیز من علی را پیدا میکنم. خدا داد اگه یک دفعه دیگه مرا به جای دوست دختر معرفی کنی کتت گپ نمیزنم، فهمیدی؟ سعیز فهمیده شد. رابطه ما را تا یک مدت پت نگاه میکنیم. آی تو چی میگی؟ رابطه چی؟ حالا رابطه میگه؟ خدایا من چی بد کردم که اینجا آمدم تو با؟ به خاطر که پس میایه میره. تو گارسونی هم میکنی یا نه؟ ای بیوجدان ها در سرت ظرفشویی هم میکنن. ما میگم که داخل دفتر برو گپ میزنیم. سعیس بچه امی هرچی که تو بگویی من قبول میکنم. بریم.
هارپوتلو به خاطر کشتنت آمده. بعضن تو چیزا میشه دیگه، عادی است. میشه طبعا، همیشه خواهد شد. چی گفته بودم؟ گذشته ما در اصل آینده ماست. علی هان جان، تو هم دیگه زیاد چی قصدی؟ حاله دی گناه یا قپیلو چی است؟ او فقط از جناب محترمش حفاظت کرده، یعنی اما قسم نیست. یعنی او آدم ها کی بودن؟ از تو چی میخواستن؟ هیچ مربوط من نمیشه. حتما امروی صاحب مال یگان داد و گرفتی داره. به هر صورت ما باید برم داخل میرم تا حل کنم موضوع رو، باز پس میام. با اجازهتان. بله پیلوت. نجمی بچیم هارپوتلو آمده بود، میخوای سر رستورانت ما حمله کنه. عاجل خدا برسان. هارپوتلو سر معامله میکنه بیادر. اگه از رو داشت 30 متر از فارمر جور نکنم نام مام تاشکافانه باشه. حاله بدبخت شده. دمای مبارک باشه. پدر لطفاً دروازه رو باز کن. خوش آمدی علی. پدر اگه در حق او کدام کاری کنی تو را اصلا نمیبخشم. پدر صدای من مشنوی یا نه؟ خیرت باشه آقا کرد. این صدا از کیست؟ همراهی دخترم جرا بس کردم، چیز مهمی نیست. پدر لطفاً دروازه رو باز کن لطفاً. تو به خاطر چی آمدی؟ سر خانیم حمله کردن. گفتی سر خانه حمله کردن؟ بله. ده یک سنگ پیشانده ایراد داخل خانه من انداختن. ای تاشکف است. امروز صبح مواد تخلیه کرد. دا سابق تو زندانی کرده بودی، شالا میخوای انتقام بگیره. یعنی که منتظر بود از زندان آزاد شوی. تاشکاف است ها؟ خوب است. پس ما برم یک بار تاشکاف را ملاقات کنم. علی یک دقیقه صبر کن. اگه توی را بکشی کسایی که را دوست دارن و کسایی که تو دوستشان داری میکشن، اینا بسیار خطرناک هستن. ما در ارتباط شده میخوایم این موضوع را حل کنم. خوب است. یک بار خودت پیش قدم شو. کوشش کو که مانع شوی، اما اگه مانع شده نتونستی او را برم امان کت کل دوستاش در قبر دفنشان میکنم. علی تو کوشش میکنی دشمنایت فراموش کنی، اما دشمنای تو را فراموش نمیکنن. ما این گفت چندین بار برات گفتیم. پدر لطفاً دروازه رو باز کن. پدر لطفاً. پدر نجمی میایه دراز، اما امروی بیادرش است. آفرین بیایه. ازت خوشم آمد مدیر. بعد از اینکه اینجا را خریدی میتونی همراه ما کار کنی بچم. چطور یعنی؟ ای که بیادر نجمی کی است باید پیدا کنیم. نمیفهمی؟ نه بیادرش کی است؟ فرهاد تاش. برش کلا خراب میگن، تازه از زندان آزاد شده. خوب است که نجمی مثل بیادرش کلا خراب نیست. اگر نه مقبولم رستورانت تو خراب میکردم.
یک دقیقه فکر کنم تو واقعا تاشکافا را نمیشناسی؟ هارپوتولو نمیشناسم. خاک دی چانسی که من دارم. کدام چیزی گفتی؟ گفتم یک بار دگان بگویم. بگو که دلت نمانه نه؟ چی شد؟ نفرت نامد چطور؟ بیبی دخترم، او آدمه که یک بار در زندگیت مثل مین آمد، هر روز منتظر انفجار شدنش باش. دویگو، تو واقع نزدیک همراه قسم یک آدم تا آخر عمر زندگی کنی راضی هستی؟ آله چی کارش دیدی پدر؟ چی کده؟ از کل کارهایی که کده توبه کده. گفت ایلاش کردیم. من لوده نیستم پدر. اگه یک بار دیگه او کارها را شروع کنه به خاطر او زندگی ما تبا نمی کنم. طبعا جانم، آفرین دخترم، آفرین. بله راست میگه. چی گفتی بگو نه؟ بچم فهمیدم صلاح خدا اعلا کردی، اما حالا چرا مثل زنا در دلت با خود گپ زدن شروع کردی؟ هر مشکلی که داری برم بگو. گفتم خاک ده سری چانسی که من دارم آمده مثل آدم های محترم ششتیم. تو چرا مشکل خلق میکنی؟ چرا مشکل خلق میکنی بچیم؟ چرا نمیفهمی گپا؟ تاشکافا از نجمی بیادر اصلی و اصلیش است، به خاطر که نمیخواست نجمی کارهای خلاف انجام بده به او رستوران واز کرد. نجمی میایه بله، اما تاشکافای کلا خراب هم امرایش است. اگر تاشکافا بیایه در اینجا سنگ سر سنگ نمیمانه بچیم، هر طرف خون خواد گرفت، کار ما هم خراب خواد شد، او هم به خاطر تو موی کشال. نه بفرماین میشه بگو اینجا داخل چی گپ است ها؟ میبخشین؟ شما علی را دیدین یا نی؟ خیرت باشه، تو به خاطر چی ملاصای علی را میپالی؟ شما از هم جدا نشده بودین؟ خب به خاطر که باید یک گپ مهم برش بگویم. کجاست؟ شما او را دیدین یا نی؟ حالا وقت نماز است، داخل مسجد شده، نماز که خلاص شد بیرون میشه. بسیار تشکر. نامرد! بیاین که داخل بریم با چشمای خودت بیبی که چی گپ است. حالا دیگه بریم. بیا حالا بیا. استاد خوب شد بخیر گذشت. ما یگان گپا را شنیدیم، ای که سر خانه تان حمله کردن. بخیر باشی بیادر. اما یک چیز شد، حال کدام مشکلی نیست.
تو با کدام روی اینجا میایی سیفدا؟ علی کل چیز دروغ بوده. از تو کل چیز پود کرده بودن. کی؟ چی از ما پود کرده بودن؟ تو میخوایی چی بگویی؟ ببین وقت ندارم که گپای حق ناخد تو را بشنوم. علی بچه زنده است. سلیمانت زنده است. تو متوجه هستی که چی میگه سیفدا؟ تو به خود هستی؟ نه که دیوانه شدی. چطور میتونی تک دروغ ترسناکه بگویی؟ در دروغای چطور میتونی نام بچه ما دخیل بسازی سیفدا؟ دروغ نیست قسم میخورم دروغ نیست. وقت زن سابقت کت مادرش گپ میزد شنیدم. از تو پود کرده بودن علی. بچه تو واقعا زنده است. باور کن بچه زنده است. نمرده. سلیمانت زنده است. سیفدا حالا دیگه نام بچه مرده مره دباین دروغایت وسیله میسازی. گوش کو سیفدا، ای که در پشت چی هستی نمیفهمم، اما ای کارا نکن. علی سیفدا بچه ما کشته شد. با دوستای خودم او را در قبر ماندم در مدت 5 سال. برم یک روزم که شده بچه ما از فکرم بیرون نکردم. قلبم هنوزم تکه و پارچه است. و حالیم توی قسم. علی گوش کن، من میفهمم که بعد از گذشت همه سال باور کردن گپ چقدر سخت است. میفهمم، اما قسم میخورم با گوشای خودم شنیدم. بس از دیگه سیفدا، بس از چو باش چتیات گفتن تا بس کن. گوش کن، وقتی شنیدم مام حیران شدم. وقتی خانم سابقت کت مادرش گپ میزد شنیدم. ای که تو چونه قسم یک چیز پود کردن مام نمیفهمم. میگم بس از سیفدا، بس از. از تو پود کردن علی، اما سلیمانت زنده است. تو چی رقم یک مادر هستی؟ تو هیچ وجدان نداری. چطور یک پدر دقیقه سالا چطور تونستی از اولادش جدا بسازی؟ چی گپ آیناق گفته میری؟ تو چقدر یک انسان بیدرک هستی؟ چطور میتونی نام بچه ما قسم به زبانت بیاری؟ دستر تو چقدر یک انسان بیدرک هستی؟ میفهمم که دقیقه سال بچه تا چی قسم از پدرش جدا ساختی. انکار نکو. کل گپایت با گوشم شنیدم. بس از دیگه زیاده روی میکنی. بس است، درست است. شما هم گپایش بدل نگیرین. واضح است که یک سوی تفاهم شده. سیفدا جان، تو وضعیت کاملا اشتباه درک کردی. حالا دیگه خوب است که ما دیگه بریم. بانک خانم ازلم خودش به علی توضیح بده. سیفدا حالا جانم، حالا شب بخیر.
سفدا گپره که توکچه گفت راست است. او خانم زن سابق علی است. اما علی یک بچه دگام داره که از داشتنش خبر نداره. نامش هم علی جان است. علی جان. کسی که زنده است سلیمان نیست. علی یک بچه دگام داره که از داشتنی او هیچ خبر نداره. حالا اینجا چی جریان داره اوزنه؟ شما باز چی پلان دارین؟ سیفدا چی را اشتباه درک کرده؟ تو میخواستی با ما چی را بگویی؟ تو گپ نیست که دفعتاً قسم گفته شود. بریم یک جایی بیشینیم حالا دیگه. آزلم برم بگو. میخواستی که برم چی را بگویی؟ زود شو بگو. این نفرای تجمع کده از اینجا برو گم شو هر پتلو. هر مشکلی که داری بعدا امرای نجمی و بیادرش حل کو. فهمیدی؟ تو خودت این مشکل از سرت آوردی پیلوت. خورده است اما قسمت آسانش است. چی میگن اگه کار از قسمت آسانش شروع کنی قسمت سختش هم آسان میشه. بیبی هر شب قسم توبه میکنه. با صبح که میشه توبه خودم مشکنانه دخترم. فکر کردی دا داخل چی را میبینی ها؟ پیلوت دا اونجا کار میکنه که خودتون خوب میفهمی. علی هان جان یعنی تو هم در ذهنت یگان گپا را جور کده میگی اما تو نیست؟ جور کدن چی میرال؟ من از آدسه گپ میزنم که اتفاق مفته. پدر اگر در داخل قسمه که گفتی پیلوت او تو یک کار کده باشه از اینجا کت شما مبرایم میرم. برات وعده میتم دیگه اتا نام پیلوتم به زبانم نمیارم. ببین آرپوتلو در داخل میمان دارم اما اگه شلستی که سرت فیر کنم تو جای و منطقهش بگو من خودم میایم. پیلوت به تو کار نجاری را دادن اما تو سر سیف چشم دوختی. ولگرد به دنیا آمدی اما به حیث یک مدیر میموری. دویگو شما همینجا باشین. ای که در داخل با چی مقابل میشه معلوم نیست. لوده پیلوت همراه سلا یک جای از مردیتم گذشتی. آدم بودی که جوره و نمونه نداشتی. مرد کاکا بودی. یعنی چی که پلیس خواستی احمق؟ ما پلیس نخواسته هر پتلو اما تو اسرائیل خواستی. بیبی بازم خوش شانس هستی. شکر دست و پایتام سالم مانده. ایجا چی گپ است؟ باشوه پدر متوجه باش. علی هان جان ناگهان آقا پیلوت در گردن گرفتی. ببین پلیس خواسته. بله من میخواستم یک گزارش بدم.
بله آفرین دقیقاً با آدم قسم میشد در هر جایی که ترقم شوه پلیس هم میخوایی و اونا حلش میکنن. حق با شما آقا. آدم بودی که جوره و نمونه نداشتی، مرد کاکا بودی. یعنی چی که پلیس خاصی احمق؟ عزلم منتظر چی هستی؟ زود شو گپ بزن. برم بگو حالا از ما چی رپورت میکنی؟ علی میخواستم در خانه تی گپا برات بگویم پیش ازی که ما طلاق بگیریم. گپا دراز نکو، زود شو بگو. تو یک بچه دگام داری علی. قسمت بعدی. برای تو در اونجا هیچ جایی نیست افتاجا. ایره باید درک کنی. دیگه اونا میتونه مزاحم خانم زینب شوه. نمر! بچه بشو! لعنتی!